زمانی که نام اصلاح طلب به میان میآید، ناخودآگاه شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه آنها به خاطرم میآید. آزادی بیان، حقوق برابر، نسیم آزادی به غیره. سوال من این است از کدام نسیم آزادی سخن میگویید؟ اگر نسیمی نیز بوده، مرکز و فقط در خدمت تک‌صدایی بوده است و حقوق ملت‌ها و قومیت‌های غیر فارس پایمال شده است. در این میان برخی رفتارها و شعارهای سیاسی باعث وزیدن نسیم توهم آزادی در افکار عمومی می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در مواردی از این قبیل فقط قالب تغییر می‌کند و وضعیت همان وضعیت قبلی است. و شاید از دیدگاه شما بعضی از انسان‌ها انسان‌ترند و بعضی برابرتر. اصلاح طلبان و اصولگرایان محترم، از کدام اصلاح و اصول سخن به میان می‌آورید؟ زمانی که شما زبان یک ملت را به سخره می‌گیرید، زمانی که اجازه تدریس به زبان مادری به یک ملت داده نمی‌شود، این خود بزرگترین توهین به آن ملت است. آیا هنوز نفهمیدید از بین بردن زبان یک ملت از بین بردن تاریخ، فرهنگ و خانه هستی آن ملت است؟ میدانید ولی باز حق را فدای مصلحت‌های بی منطق و اساس خود کردید. چگونه می شود زبان فارسی عامل وحدت ملی می شود و زبان ترکی مخل آن؟ چگونه می شود شما محقید برای ترویج و حفظ زبان خود فرهنگستان و کانال‌های مختلف تلویزیونی و رادیو و میلیاردها بودجه داشته باشید، بنیاد سعدی تأسیس کنید برای ترویج زبان و فرهنگ خود در دیگر کشورها، اما ملت ترک حتی حق تحصیل به زبان مادری خود در مدارس‌ها ندارد؟ چرا به یک مسئله انسانی، فرهنگی و مدنی نگاه امنیتی دارید؟ چرا باید ترک آذربایجانی به خاطر دفاع از حقوق اولیه خود بدون تعریف جرم سیاسی مجرم سیاسی شناخته شده و واقعی و خود امنیتی شود؟ از کدام دردمان بگویم؟ از بی‌عدالتی معاذرت که به کلیدواژه‌هایی برای توصیف آذربایجان و وضعیت ملت آن تبدیل شده است، یا از صداسیما به توهین‌های آن، یا از آن شبکه استانی که با وجود ده‌ها کانال فارسی زبان در آن نیز شریک شده است و علاوه بر افزایش برنامه‌های فارسی زبان در این شبکه‌های استانی در راستای آسیمیلاسیون ملت ترک بر درصد کلمات فارسی برنامه‌های ترکی نیز افزوده است. از دریاسی بگویم که دارد نفس‌های آخر خود را می‌کشد، یا از وعده‌های طوفانی آقای روحانی مبنی بر نجات دریاچه و تأسیس فرهنگستان ترکی. شما حتی حاضر نیستید اسم اصلی ما را به زبان بیاورید و با کلماتی مانند آذری و آذری زبان به ما توهین می‌کنید. از چه بگویم؟ تاکنون از خود پرسیدید که آیا بدون داشتن آگاهی از حقوق اولیه انسان‌ها سخن گفتن در مورد درست یا غلط بودن افکار و اهداف کار معقولی است؟ و در اینجا من میگویم من نه آذریم نه آذری زبان، من ترکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، شاخصه هممون مسلمان بودن است. یک صلواتی عنایت بفرمایید. ببینید